خداوند دنیا و آخرت ما و شما را آباد کند. داملای عزیز، من در سین 63 قدم ماندم. سلامتیم خدا و شکر خوب است. 4 سال پیش دختر 24 سالم از دنیا گذشت. بعد این زنم عزا گرفته است. از بر من دور خواب میکند. مدت 3-4 سال شده است که ما زنده جدا. از نگاه اسلام احوال من و زنم در قیامت چی میشده باشد؟ یا که من میخواهم که با اون نزدیک باشم، اون میگریزد. یعنی بعد 24 ساله دخترش از دنیا گذشتن، این زن عزا گرفته است. عزاش با مقصدی که یعنی دیگر با شوهرش همخوابگی نمیکند و در پهلوی شوهرش نمی ایستد. 3-4 سال شده است که این احوال در این مرد دچار شده است. باور کنین در مصیبت آدم باید صبر کننده باشد. خداوند در قرآن میگوید که و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا ان لله و انا الیه راجعون. خداوند میگوید بشارت ده آن کسانی را که بالای اونها مصیبت می آید و اونها میگویند که ما از خدا هستیم و به سوی خدا بازگشت داریم. این دختر اگر 24 ساله از دنیا گذشته باشد، این باید عبرت برای مادرش باشد که روز از روزها مادرش هم از دنیا میگذرد. و این احوالی که اون شوهر دوچار گردانیده است، با این احوال در نزد خدا چی جواب میگوید؟ حال من در قیامت میگوید چی میشود؟ حال تو در قیامت این است که در قیامت هم این زن از تو جدا هست. پیغمبر خدا گفتند که زنها را پیش شوهر میارند، میگویند آیا با این زن میخواهی که در همین جنت زندگی را دوام دهی؟ اگر زنی نیکوکار باشد، اگر زنی نیکبخت باشد، اگر زنی باشد که با قدر شوهر میرسیدگی باشد، این مرد چی میگوید؟ البته میخواهم که در جنت هم همراه این زن باشم. و این زن میگوید از حورهای جنتی دیده با زینتش زیباگیش زیادتر میشده است. لیکن زنی که در دنیا مرد آزار میدهد، مرد غم و دقت میدهد، مثل این مادری که کرده است، اینها از این شوهر جدا هستند. راحت این شوهر دیگر در جنت نمیبینند. انشاءالله این سوالهای خیلی زیاد در باب زنها نزد من هست. از این خاطر من هم به یک خلاصه آمدم که در باب زنها یک صحبت مکمل انشاءالله برای شما میرسونم که همین زنها مردها را احترام کنند. البته سبب به احترامی مردها امروز به همه ما و شما معلوم است که زنها از امر معروف دور هستند. زنها سخن خدا را نمیشنوند. زنها از این صحبت‌های ما محروم هستند. برای همین است این مصیبت بالای تمام مردها آمده است که زنها نمیدانند که شوهر در اسلام چه قدر و چه قیمت دارد.